کیفیت روابطی که ما آدما با همدیگه داریم مهمترین پیش بینی کننده میزان شادی و طول عمر ما انسان هاست. این رو پژوهش بسیار بزرگ دانشگاه هاروارد نشون میده که از سال 1938 شروع شده و همچنان در جریان. افرادی که روابط گرمی دارن، صرف نظر از وضع مالی، اقتصادی یا جایگاه اجتماعی که دارن، زندگی شادتری دارن. و برعکس کسانی که روابط ناسالمی دارن به خاطر ترشح هورمون استرس مستمر از نظر روانشناختی و جسمی وضعیت بدتری دارن. داشتن روابط گرم در زندگی باعث ترشح هورمون اکسیتوسین میشه که باعث کاهش هورمون استرس میشه و باعث اون احساس امنیت. و از طرف دیگه باعث میشه که ما به واسطه روابطمون در زندگی مواجه شدن با چالش ها برامون راحت تر بشه.